سلام خوش شدید. اسم امروز خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه بچه‌ها. امروز اومدیم بریم یه دور وان آرم کوک بازی کنیم. یه بازی فست فودیه و ببینیم میتونیم رستوران رو بچرخونیم یا نه، فست فودی رو بچرخونیم یا نه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشد کردم. اومدیم داخل مغازه، اینجا بیرون مغازه است، ببینیم چه جوریه. نمیتونیم بریم اونورتر، یه دسته ایم دیگه دهنمون، یعنی چیز، یعنی سرویس. خب مشتری اومد، 2 مشتری اومد، ببینیم سفارشش چیه. یه دونه هات داگ با یه نون، یه دونه هات داگ. اینو برداریم و افتاد، برداریم بذاریم اینجا. اینم یه نون برداریم بذاریم اینجا. یه دونه دیگه هم باید برداریم با هم بپزیم، چون 2 میخوان دیگه، یه تک نیستش. اینو بندازیم اینجا، اینم بندازیم اینجا. اوکی، let's go, let's do this. اینو بذاریم اینجا، اینم بذاریم اینور. وایسیم اینجا نسوزه. این پخت، این پخت. اینو برداریم بذاریم. ای بابا دهنت سرویس میسوزن. اینو ببریم. برید؟ آره. خوشخوابو بذار اینجا. نبریده دیگه. برید دیگه، نمیدونم برید نبریدش به ما ربطی نداره، ما فقط سفارش آماده میکنیم. یه دونه اینجا سوسیس کو، سوسیس عجب سوسیسی. اینو بذاریم اینجا، اینو برداریم بزنیم، اینو یه نصف کنیم، برش دار بذارش اینجا. خب بگیر، کوف کن کاکا. خب اینو بندازیم اینجا بشوره. دهن تو باز شد. اینم برداریم ببریم. باز نشده ولی خب نونشو میگم. بخور. آفرین، $6 گرفتیم. بذاریم اینجا. پول آبم این که نمیاد دیگه، چیز کنیم. اینو ببینیم چیه سفارششون. هات داگ خالی، سوسیس خالی، سوسیس بدون نون. شد. what the fuck. کرش خوردیم. what the fuck yo bro. بچه ها دیدید که چی شد؟ what the fuck. چرا باید الان کرش میخورد؟ چرا؟ بچه ها اومدم دیدم هرچی هم میرم تو بازی دیگه نمیاره. what the fuck. بچه ها ولش کن، انشالله ویدیو بعدی جبران. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشید. دمتون گرم. تا ویدیو دیگه، فعلا.